پیرسون چیه؟ پیرسون یه آزمون بین‌المللی پرستاریه که دانش پرستاری فرد شرکت کننده رو میسنجه و یکی از مدارکیه که برای استارت کار توی کشورهای حوزه خلیج فارس بهش نیاز داریم. آزمون پیرسون که قبلا اسمش پرومتریک بود توسط مؤسسه پیرسون که یه مؤسسه بریتانیایی معتبر توی جهانه برگزار میشه. مؤسسه پیرسون همونی که آزمون انکلکس آر ان و پی تی رو هم برگزار میکنه. پیرسون 100 تا سوال داره که تمام سوالات تستیه و شرکت کننده 4 ساعت وقت داره به سوالا پاسخ بده. این سوالا توی 7 تا کاتگوری تقسیم بندی میشه. به تفکیک اونا رو میگم و در موردشون توضیح میدم. 1. Principles of Care یا همون اصول مراقبت که سخت ترین سوالات هم مربوط به این دسته است. منظور از اصول مراقبت تقریبا همون سوالات مدیریت پرستاری توی ایرانه. 2. Evidence Based Practice یعنی عملکرد مبتنی بر شواهد که کیس بهت میده و باید کیس محور به سوالات پاسخ بدی. 3. Adult Health سوالات مراقبت بزرگسالان. دسته بعدی Maternal Health یا سلامت مادران. 5. Child Health یا سوالات کودک سالم و بیمار. 6. Mental Health سوالات سلامت روان. و 7. Community Health and Gerontology یعنی همون سوالات سلامت جامعه و سالمندان خودمون میشه. از هر دسته به تفکیک بین 11 تا 17 سال توی آزمون میاد. برای آمادگی آزمون باید به صورت خیلی حرفه‌ای کتاب ساندرز Q&A رو بخونی و 2 هفته آخر هم از اپ یوورد تست بزنی. شما باید آزمون رو داخل یکی از سنترهای معتبر پیرسون پس کنی که متاسفانه توی ایران سنتر نداره، ولی کشورهای اطراف مثل ترکیه، امارات، عمان سنتر آزمون دارن. روز آزمون وارد سنتر میشی، تمام وسایلی که داری ازت گرفته میشه و وارد اتاق آزمون میشی. به هر نفر یه پیسی تعلق میگیره و وقتی دکمه استارت رو روی کامپیوتر بزنی آزمونت شروع میشه. اینم در آخر بگم اگه مشغول مطالعه برای آزمون بودی و وقت ثبت نام نداشتی میتونی این کار رو به من بسپاری و با خیال راحت برای آزمونت آماده بشی. برای قبولی تو آزمونم باید نمره بالای 60 از 100 بیاری. اگه الان داری واسه آزمون پیرسون آماده میشی بهم بگو چی بیشترین چالش رو برات ایجاد کرده.